سلام. امروز میخوام که یکی از تجهیزات بسیار مهم و فنی رو در یک کمپر بهتون معرفی کنم. اکثر کمپرها دارای مخازن آب، مخازن فاضلاب و مخازن آب خاکستری هستند. برای تخلیه این مخازن قطعه‌ای در کمپر وجود داره که ما بهش میگیم دریچه تخلیه مخزن کمپر. دریچه تخلیه مخزن کمپر چیه؟ دریچه مخصوص مخازن کمپرها هستند که به شما اجازه میده بتونید مخازن کمپرتون رو اعم از مخازن خاکستری و مخازن آب سیاهتون رو تخلیه کنید. داستان تخلیه مخازن داستان بسیار مفصلیه. قبل از هر چیزی بهتون بگم که همه ما کمپردارها موظفیم مخازنمون رو در جاهای مطمئن و در جاهای خاصی تخلیه کنیم. بنابراین این که شما دریچه‌ای در کمپر تعبیه کردی که بتونی مخزنت رو تخلیه کنی به این معنی نیستش که در هر جایی اجازه داشته باشی مخازن آب سیاه و خاکستریت رو تخلیه کنی. برای این کار حتما باید در کمپ سایت ها و در مکان های مشخص این کار انجام شه و اگر در کشور ما کمپ سایت یا مکان مشخصی برای این کار وجود نداره باید جایی براش تعبیه بشه. در طبیعت باید چاله های بزرگی کنده بشه و درون این چاله ها تخلیه بشه. بعد از تخلیه حتما این چاله ها با خاک پر بشن و یا در فاضلاب هایی که شهرداری تعبیه کرده در گاهی اوقات در پمپ بنزین ها وجود دارند و در یه چنین جاهای این مخازن حتما باید تخلیه بشن. خب بریم سراغ معرفی دریچه مخصوص تخلیه مخازن کمپر. اولا که دریچه های تخلیه کمپری حتما مکانیزم باز و بسته شدنشون باید به صورت کشویی باشه. بهشون میگن دریچه های نایف تایپ یا دریچه های کاردی. علت اون هم دقیقا ساختارش، یک صفحه بسیار ظریف در وسط قرار گرفته و این صفحه با بسته شدن دریچه بسته میشه و کاملا نسبت به فضای بیرون مخزن رو آببندی میکنه. علت استفاده از دریچه‌های خشابی یا دریچه‌های کاردی در کمپرها اینه که هر نوع دریچه دیگه با تایپ دیگه شما استفاده کنید ممکنه که بر اثر خروج مواد جامد و در هنگام بسته شدن قطعه‌ای بین دریچه و جداره لوله گیر کنه و باعث بشه که دریچه تا آخر بسته نشه و آببندی نشه. گهگاه می‌بینیم که دوستان از دریچه های دیگه استفاده میکنن و بعد باعث چکه در کمپرشون میشه. خب چهره خیلی زشتی هم داره که مخزن سیاه شما یا مخزن خاکستری شما چکه کنه. بهترین گزینه استفاده از این دریچه هاست با هر برند و هر نوع کیفیتی که خودتون صلاح بدونید میتونید از بازار تهیه کنید. اما اگر این ساختار رو داشته باشه به شدت به شما کمک میکنه که بتونید سالها از این دریچه ها به عنوان دریچه تخلیه کمپر استفاده کنید. این دریچه ها معمولا به این شکلن که به بدنه یا به جداره مخزن شما متصل میشن. این قسمت آببندی میشه توسط تجهیزکار و این قسمت محل خروج فاضلاب یا آب خاکستری خواهد بود. لوله های مخصوص اینا دارن. اگر کسی کمپری داشته باشه که سایزش بزرگ باشه و انباری داشته باشه بتونه این لوله ها رو هم با خودش هم کنه چه بهتر. تخلیه این فاضلاب یا آب خاکستری براش راحت تر میشه. این لوله ها به راحتی به این قسمت وصل میشن و این براکتی که اینجا در نظر گرفته شده برای اتصال سریع و آسان لوله های مخصوص این دریچه ها هستند. معمولا در چند تا سایز این دریچه ها ساخته میشن که سایزهای 2 اینچ، 3 اینچ یا سایزهای بالاتر هستند و منظور ما هم از این سایزها قطر داخلی این دریچه ها هستند و مثلا همینجا من یه سایز کوچیکتر رو دارم که این سایز 2 اینچ هست، این 3 اینچه و به لحاظ عملکرد به 2 دسته دریچه‌های دستی و دریچه‌های برقی تقسیم میشه. خب متوجه شدید که اتصال دریچه به بدنه به چه شکلیه. حالا میریم سراغ داستان باز و بسته کردن دریچه. شما به چند مدل میتونید این دریچه ها رو نصب کنید یا معمولا میان میله‌ای به این قسمت اضافه میکنن و از بیرون کمپر از کنارهای کمپر به صورت دستی دریچه رو باز و بسته میکنن.
اما برای اینکه شما بتونید از داخل اتاق و به صورت دستی این دریچه‌ها رو باز و بسته کنید، قطعاتی خود شرکت سازنده ارسال کرده که این یک سیم با یک متریال خاصه که یه جوری اگر بخوام مثال بهتون بزنم شبیه سیم ساسات در ماشین‌های قدیمیه. با این قابلیت که متریالی که این سیم داره باعث میشه که شما بتونید به راحتی با کشیدن این دسته سیم رو جمع کنید یا به عقب بکشید و با برگردوندنش سیم دوباره سر جاش برمیگرده. که شما با برگردوندن سیم سر جاش، دریچه هم به سر جاش برمیگرده. یه قطعه تراشکاری شده در پکیج وجود داره، اینو میان سر این دریچه دستگیره رو باز میکنن، اون قطعه رو به این نصب میکنن، عملا این سیم میاد به اینجا متصل میشه و با کشیدن سیم از داخل کمپر دریچه باز و با برگردوندن سیم دریچه بسته میشه. برای اینکه شما بتونید نصب دقیق‌تر و تمیزتری انجام بدید، فلنج هایی وجود داره. این فلنج ها یک طرفش به مخزن متصل میشه و یک سمتش کاملا برای اتصال به این قسمت از دریچه طراحی شده. فلنج ها برای دریچه های مختلف تایپاش متفاوته، مثلا برای دریچه های کوچیکتر فلنج های کوچیکتر و برای دریچه های بزرگتر فلنج های بزرگتر. در ادامه بحث دریچه های تخلیه مخازن کمپر میرسیم به یه تایپ جدیدتر و پیشرفته تر این دریچه ها که بهشون میگن دریچه های برقی. این دریچه ها همینطوری که از نامش پیداست دریچه های کمپری هستند که ولتاژ کاریشون 12 یا 24 ولته. مکانیزمشون کاملا برقیه، دیگه اون داستان سیم و دسته و دستگیره و حرکت مکانیکی رو نداره و با یک دکمه شما میتونید از داخل کمپرتون دریچه مخزن آب خاکستری یا آب سیاهتون رو باز یا بسته کنید. ساختار دریچه های برقی مخصوص کمپر به این شکله که باز یه قسمت فلنج مانند داره. این قسمت میتونه یک طرفش باز شه. این لبه های فلنج از هر دو طرف قرینه است و شما میتونید یک لبه رو باز کنید. این سطح مسطح در اختیارتونه، میتونید به مخزنتون بچسبونید. غالبا یا اینا بین مسیر نصب میشن یا به مخازن میچسبن. معمولا راحت ترن تجهیزکارا که این دریچه ها رو میان به مخازن کمپر میچسبونن و اونجا آب بند میکنن. همطور که از اندازه و ابعادش پیداست این خیلی مخصوص کمپرهای کوچولو و سایزهای متوسط یا سایزهای کوچیک در کمپرها نیست، بیشتر به درد تراک کمپرها و کامیون کمپرها میخوره. اما بسیار مکانیزم جالبی داره. اول از همه برای اون دوستان خاصی که میخوان بگن که آقا اگه این برق این دریچه قطع شد، اگر به هر دلیلی آسیب دید چه اتفاقی میفته، سازنده اومده یک قسمت مکانیکی اینجا در نظر گرفته. با یک آچار ساده شما میتونید آچار بندازید و اینو در هر صورتی به صورت دستی باز و بسته کنید. پس داستان باز و بسته شدن مکانیکی سر جاش همچنان هست. اما برای اینکه ببینید مکانیزم باز و بسته شدن برقیش چه شکلیه، اینو برق میدم ببینید. این سیستم باز شدنش کاملا باز و با کلید دیگه سیستم بسته میشه. کاملا بسته. داره سیمکشی دریچه های تخلیه مخصوص مخازن کمپر به این شکله که یک تغذیه دارن. توی این حالت دو تا سیم دیگه برای شما میمونه، یه دونش برای باز کردن و یه دونش برای بستن. هر کدومش رو که شما به مثبت اتصال بدید یا یک کلیدی سر راش بذارید، مثلا اگر زرد رو بزنید دریچه باز میشه و با زدن کلیدی که در حقیقت سبز رو برقدار میکنه دریچه بسته میشه.